مراجعت به سکانان شهر ایسار. من نوربتاєва میچگونه روز صنعه 26 март سال 2020 مادری من پاچشان کمتر درد میکردند و به خانه همسایه میرفتند با اوکال کنی. درباره او زن نمیدانم، معلومات ندارم آیا دیپلم دارد یا ندارد. مادرم اوکال کنی میرود ساعت 5 سحر به یک بچه خانه مونده میبرد. میگم کی باشد اکم باشد، میبرم که در گوشش تلفن خسته برآمده رفتم. امی زنی اودینایف محمورات فهمیدم که در خانه هوایی آمدم. مادرم یک دستش با این طرف، یک دستش اون طرف، یک پایش این سو یک پایش اون سو، لباسش تا همی بالا کردگی، سرش لیچ. میگم بیا مادرم رو گیرم بلنی سبره. میگم مادرم وزبین است. میگم من گفتم تو سری دو زنه خوردی و زنی همه خیبوز بلای نخوا که تو یک مادری من رو دستش یا از پایش گرفته نتونی تو داری بلنی سر نبری. خیلی مادرم رو بردیم اوش از ذهنش خف رفت، از اخلاقش همه خیر رفت. در یک دستم فرزندم، در یک دستم مادرم. بچهش میگه ماشنه های کن تستر ما خیزم رویم ببل نیست. بچهش میگه که استه های که یکم جوای نکنیم. بردیم بل نیست در مادرم رو ماندیم. گفتم حاضی بیایم. تا آمدم از خونه دوباره برمیگردم مادرم رو تا خونه گرفته آورده است و میبیم دخترم میگم کنی. میگم مادر در خونه تا میبیم مادرم رو اوژه کفن تیار کردن، قبر رو کندن، قبر نیم کلا مادری من رو به قبرستان بردن و گور کردن. من مادر داشتم، مادری من رو دستگیری میکرد. من از با فرزندی خودم تنهایم. اینه من با کی گویم این دردی خودم رو که این مرد همه خلقتی زنش مادری من رو همه خلق کرد. سخنانی من رو هیچ کس گوش نمیکنم. با کی دعوا کنم؟ مادری من رو میخوراند و میپوشم. پدری من خودش کسل کرونا ویروس در روسیه. من مراجعت خود را به همه ساکنان شهر میکنم که همین مرد رو ببینند و این چی کار است و برای چی این یگان خیلی دلسوزی از طرف این مرد نبود یا از طرف زنش نبود. نسبت همین اودینایف مامورات چاره قانونی ببینند، نظارت کنند زنش هم رو خودش هم رو. برای چی این خیلی دلسوزی از طرف اینها نبود.